کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که روزهای ششم هفتم می در قلمرو تاجیکستان هوای نامساعد در نظر داشته شده است. در ناحیه‌های جداگانه تابع جمهوری ولایت ختلان و سوخت باران‌های پرشدت و حتی ژوله می‌بارد، رعد و برق می‌شود. هنگام رعد و برق در بعضی ناحیه‌ها باد شدت می‌گیرد. خطر سر زدن برق وجود دارد. در راه‌های کوهی و عقبه‌ها خطر لغزش ترمه، یرش و ریزش سنگ وجود دارد. احتمال بالاروی سطح آب در رودخانه‌های جاری شونده از قطارکوه‌های ایثار، دریاهای یوخسو، قزلسو، وخش، زرافشان و اصفهان زیاد است. در همین ارتباط کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از کل ساکنان و مهمانان کشور خواهش می‌کند در این روزها از سفرهای بی ضرورت از طریق راه‌های کوهی خودداری کنند. باران‌های پرشدت می‌تواند باعث افزودن شماره صدمه‌ها در راه شود، به خصوص در راه‌های کوهی و نزد کوهی. هوای تیره و بارانی حرکت ماشین‌ها را به مشکل روبرو می‌سازد. رفتن به صحرا برای انجام دادن کارهای کشاورزی، مال چرانی و رفتن به دامنک‌ها برای غنچین اعزام یا گیاهای شفابخش خطر دارد. به احترام از همه رانندگانی که سفر دور دارند خواهش می‌کنیم در هوای بارانی که معمولاً محیط را تیره می‌کند سرعت حرکت را بالا نبرند و جان خود و جان همسفران خود را در خطر نگذارند. کمیته از ساکنان با احترام خواهش می‌کند تدبیرهای بی‌خطری را جداً رعایت کنند. در حال پیش آمدن این یا آن حادثه فوق‌العاده شهروندان می‌توانند با تلفن‌های 112 992 93 800 28 19 223 13 11 مراجعت کنند.